با رئیس صحابه میگن از خانه رسول اکرم آمدن، راویای حدیث میگویند که نمیدانیم کدام زن پیغمبر بود و پرسیدن از عبادت پیغمبر، پرسیدن پیغمبر چه خانه در عبادت میکنند. مقصد خواستن که عبادت های خانه بودگی پیغمبر را آموزن و از همون چیکار کنن در خانه های خودشون عملی گردانند. وقتی آمدن گوش کردن، گویم هر سه اینها به یک خلاصه آمد. مقصد عبادت پیغمبری خدا را شاید که ناچیز شمارد، یعنی کم بود عبادتش. و با یکدیگر گفتن خیلی وای پیغمبر است، او را خدا اول و آخر گناهش بخشیده است. و یکی از اونها چی گفت؟ گفت من ابدی روزه میگیرم، هیچ وقت روزه من نمیشکایم. دیگرش گفت من همه شب خواب ترک کردم، همیشه با عبادت میستم. دیگر گفت من هیچگاه زن نمیگیرم. نزد همون زن پیغمبر گفتن، از خانه پیغمبر بیرون شدن. وقتی پیغمبر خدا آمد، این زن به پیغمبر خبر داد که 3 نفر آمد همچنان سخنرانی کردن و از خانه بیرون شدن. پیغمبر خدا آمد نزد اونها گفت شما بودید همون کسانی که خانه من رفتید؟ گفتم بله. شما بودید آن کسی که گفتین ابدی روزه میگیریم، شب دراز نماز میخونیم، خواب نمیکنیم و هیچگاه زن نمیگیریم؟ گفتن بله ما بودیم. حبیب خدا گفت آگاه باشید که من از شما دیده در پیشگاه خدا میترسیدگی شخص هستم و من از شما دیده در پیشگاه خدا قدر و قیمت زیاد دارم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اگر شما از سنتی من روی گردانید پس از من نیستید. شما گفتم مقصد منم پیغمبر هستم، روزه میگیرم، با روزه من میشکایم، خب شب نماز میخونم، شب دیگرش با خواب میکنم و زن میگیرم. پس شما اگر این سنتای من از سنتای من که روی گردانیم، پس شما از من نیستید. به این خاطر زن گرفتن این سنت است.